خواننده ای میخواند و تو را از عالمی به عالم دیگری میبرد. او کیست؟ با نامش آشنایید. خواننده ای که یک شبه با صدای دلگیرش راه 100 ساله را طی نموده است. بی همتا خواننده ای از میان گلزار استودیو سنگان بابل. هنرمند ارزنده رادیو تلویزیون مازندران مرکز ساری، جعفر دادیان، با سرپرستی و با همکاری گروه هنرمندان شایسته کشور، عارف ابراهیم‌پور. صدا بردار رضا شابک. ضبط از استودیو رودکی.